این هفته خبر تو خبر داره براتون از بزرگترین سوتی ولی فقیه که اومد با الگو برداری از دوران امام سفارتگیری را بندازه و شاخ و شونه بکشه، اما فراموش کرده بود که نه دنیای 30 سال پیشه و نه نظام اون نظامه. اگه یادتون باشه هفته پیش شورای حکام یه قطعنامه صادر کرد که تیپو سلطان میگفت اصلاً چیز جدیدی نبود. این قطعنامه چیز جدیدی نیست، اما پشتبند این قطعنامه که به ظاهر جدید نبود اتفاقاتی افتاد که خیلی جدید بود. اول اینکه انگلیس بحث تحریم بانک مرکزی رو آورد رو میز. خبر که به عظما رسید برق از سه فازش پرید و تصمیم گرفت که از طریق مجلس یه زهر چشمی از انگلیس بگیره تا بقیه کشورها گوشی دستشون بیاد. ماده واحد وزارت امور خارجه موظف است ظرف 2 هفته روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی با دقت رفتار او رو رصد میکنه و این اول کار هست. بعد هم برای اینکه طرف مقابل هیچ ابهامی نداشته باشه که این حرف مال این جناح یا اون جناح، بروجردی هم وارد صحنه شد تا این تصمیم رو خوب بتونه کاری کنه. تصمیمی هم که مجلس میگیره حتما هماهنگ با کلیت نظام هست و این نظر همه حاکمیت اینگونه نیست که حالا مجلس جداگانه یه تصمیم انفرادی رو اتخاذ بکنه. این در واقع اقدام مجلس انعکاس خواست افکار عمومی است. به این ترتیب زمینه لازم فراهم شد تا طرح عظما وارد مرحله دوم بشه و گله‌های بسیجی راهی سفارت انگلیس شدند. اونجا هم برادرهای نیروی انتظامی قلاب گرفتن تا بسیجی‌ها از دیوار سفارت رد شن و برن گروگان بازی، شیشه شکستن و ماشین سوزونی. تلویزیون سیدعلی هم با خبرنگار توی صحنه‌اش گزارش لحظه به لحظه میداد. امروز هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور، جوانان و بسیجیان امروز اومدن در مقابل سفارت انگلستان. تعدادی از دانشجویان بسیجی هم موفق شدن از دیوارهای سفارت انگلیس خودشون رو به اون ور برسونن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو بر فراز سفارت انگلستان به اهتزاز در بیارن و پرچم این کشور رو به زیر بکشن و بعضی از اونها هم اصرار داشتن تا زمانی که ما شاهد اخراج سفیر انگلستان از تهران نباشیم اینجا رو ترک نخواهیم کرد. بله، اما چند ساعت بعد وقتی شورای امنیت در محکومیت این اقدام بیانیه صادر کرد و همه دنیا ریخت سر عظما، دیدن سنبه پرزور و همه بسیجی‌ها سفارت رو ترک کردن. بعد هم به مساق خر بیار و باقالی بار کن ساجدینیا رو آوردن تا قضیه رو ماسمالی کنه. چیزی نزدیک به 300-400 نفر تجمع کردن و چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدن. ببخشید چند نفر؟ چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدن. همش چند نفر ها؟ پس اینو چی میگی؟ در همین لحظه که بنده با شما صحبت میکنم تعداد حدود 100 نفر از دانشجویان در داخل سفارت انگلیس هستند. به هر حال ورود پیدا کردن به اون مجموعه، سریعا ما با پلیس دیپلماتیک هماهنگی لازم رو به عمل آوردیم و با تمهیداتی که اتخاذ شد تعدادی از این افراد رو همکاران ما دستگیر کردن. تحقیقات ما ادامه داره در رابطه با کسایی که به هر حال هدایت کردن این افراد رو که وارد این مجموعه شدن و قطعاً به مراجع قضایی معرفی میشن و جهت تصمیم گیری لازم در این رابطه. اما کسی منتظر نتیجه تحقیقات نیروی انتظامی نموند و ضربات پی در پی بر بناگوش عظما شروع شد. از بستن سفارت سیدعلی توی انگلیس بگیر و بعد هم بحث تحریم نفتی توسط انگلیس. اینجا بود که عظما فهمید عجب غلطی کرد و دنده عقب و جا زد و پا رو گذاشت روی گاز. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تعهدات بین المللی خود
هر گونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک و اقدامات خلاف مقررات و قوانین بین المللی را غیر قابل قبول می‌داند. او اضافه کرد آنچه در ارتباط با سفارت انگلیس در تهران رخ داد اتفاقی غیر قابل پیش بینی بود که با هوشمندی و تدابیر اتخاذ شده از آسیب دیدن دیپلمات‌ها جلوگیری به عمل آمد. به عقیده تحلیلگران توپی که عظما فکر میکرد اون رو دفع کرده در فاصله کوتاهی وارد دروازه شد. در حالی که دنیا داره خودش رو برای برگزاری مراسم کفن و دفن سیاست مماشات آماده میکنه، بعضی از کفنپوش‌های خارجی ولایت مثلا آیت الله جک استرا برای زنده نگه داشتن این جسد دست و پا میزنن. But how far did, when he and the Prime Minister were thinking about this decision to sever all relations, did he consider the irony that what he believes is justified is also exactly what the hardliners in Majlis actually want? And two, given, as the Americans often forget, that this is not a single government, but a system in turmoil, how far and does he believe we are now going to be able to strengthen those who, even within the Ahmadinejad regime, are seeking a better path than that of some of the hardliners in the Majlis? پیدا کردن نیروی بهتر در نظام ولی فقیه مثل شیرجه زدن توی استخر بدون آب میمونه و آخر و عاقبتی جز این نداره. Mükemmel bir atlayış. در بخش مشنگستان این هفته یه مصاحبه کوتاه داریم با یکی از مهره های نظام که در لاپوشانی مثل بقیه مهارت نداره. من صحبت کردم وکال قرمیتوس گرفتم. من این سوال رو آقا این سوال چی میپرسی انصافا؟ یه بار پرسیدی نه واقعا من ماشاءالله دارم این سوال مثلا چرا نفهمیدی؟ شما الان سازمان بهزیستی می‌بینید چقدر بودجه داره؟ 600-700 میلیارد پول داریم. سوالای جالب بپرس. بعدی هم که عشق دوربین بردتش و بدون سوال خودش تا ته جواب میره. سالتون مبارک باشه. سالتون با هم شه. همتون سال خدا با حق سازمان شما را حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم الحمد ربنا العالمین. خدایا پروردگارا تو را قسم میدم به خاطر حساب زمان پرسنل شفق یک را حفظ کن، دشمنانش را نابود کن، هر کی به اسلام خدمت میکند پایدارش کن، هر کی خیانت میکند نابودش کن یا رسول الله. بازم میگم حالا هرچی درباره توهمات احمدی نژاد میدونستین و بذارید کنار و این یکی رو گوش کنید ببینید عنتر عظما خودش رو کجا میبینه. بزرگترین ریاضیدان‌های تاریخ مال کجا بودن؟ خوارزمی صاحب جبر مقابله دیگه. حالا خوارزمی خود خیام بله پویسر هست احمدی نژاد. حالا ریاضیدان پروفسور شاعر دکتر نه که تا به حال خیلی زندگی موفقی داشته، اخیراً برای یه سری از جوونا یه جلسه درس زندگی سعادتمند هم گذاشت. اون میشه حیات طیبه، زندگی سعادتمند. اتفاقاً این زندگی سعادتمند یک پیوستگی کاملی داره با اون بخش اول. 4 تا دانش آموز هم که این کلاس رو خیلی جدی گرفتن برای مرور بحث‌های احمدی نژاد به این شیوه روی آوردن. با تماشای این مرور موزون خبر تو خبر این هفته رو به پایان میبریم.